یکی از صحابه ها که شاید شما شنیده باشید، قسام ابن عباس رضی الله عنه که سال 677 میلاد در سمرقند کشته می شود. قبر او در آنجا مشهور و معروف است و تا حال زیارت می شود و قسام یکی از آن کسانی بود که پیامبر را در قبر گذاشتند. وقتی پیامبر وفات کرد، قسام 16 ساله بود. خیلی جوان بود. در دفن پیامبر صلی الله علیه و آله شرکت کرد. بله، او در دفن پیامبر شرکت کرد و او را خیلی دوست می داشت. در احادیث آمده است که او را در راحله یعنی شتر با خود می گرفت و غیره. پس قسام رضی الله عنه در سمرقند دفن شد و می توانیم بگوییم آن یکی از جایهایی است که خیلی زیاد زیارت می شود. بله. و آنجا به فارسی مثلا اهل سمرقند می گویند شاه زنده، گویا آنها می گویند شاه به معنای پادشاه، پادشاه زنده، زیرا در آنجا افسانه است. گویا وقتی کافران آمدند اهل سمرقند که پیش از اسلام بودند تا او را بکشند، او به سرداب یا غار داخل شد و پنهان شد و او را پیدا کرده نتوانستند. پس او را شاه زنده نامیدند. گویا او تا حال زنده است و داخل شد و بیرون نآمد و این افسانه همچنانی که شما میدانید افسانه است، اما این یعنی از بزرگداشت مردم نسبت به این شخصیت حساب می شود، زیرا او از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و از فاتحان بود که تا حال مردم آنها را به نیکی یاد می کنند و گویا در نزد او وامدار هستند، زیرا او سبب داخل شدن آنها به اسلام و نجات از آتش بود. قبر او موجود است و در سمرقند وفات کرده است. بله، قبر او در سمرقند موجود است و در نزدیک مقبره او قبرستان‌هایی هستند که اکثریت از عرب‌های فاتح‌اند که آنجا وفات کردند یا شهید شدند. این قبرستان تا حال معروف است. بعضی آنها با نام‌هایشان مشهورند، نه همه آنها بلکه بعضی نام‌های مشهور. اگر می‌خواهیم در این موضوع وسیع‌تر شویم، می‌توانیم به کتاب مراجعت کنیم که کتاب شرح حال است با نام القند فی ذکر علماء سمرقند. مؤلفش کیست؟ مؤلفش ابو عمر نصفی است. ماشاءالله. او تقریبا در عصر 5 هجری شرح حالها را ذکر می‌کند و شرح حال قسام در آنجا موجود است. حتی چگونه او به بعض شهرهای دیگر رفت و نهایتاً در سمرقند شهید شد.